این چطور من در سالن ایریکس هستم و خوش اومدید به یک ویدیو جدید دیگه. به به آقا نشستم ویدیو رو نگاه کنم اینم گاوم زایده شده و چی شده؟ صدای ویدیو خرابه. چرا؟ چون دوتا میکروفون گذاشته بودم تو OBS. بازم شرمنده از همگی. سعی میکنم دیگه مشکل به وجود نیاد و همین دیگه. بریم سراغ ادامه ویدیو. آقا امروز قرار بریم دورس پلی بدیم، یکی از بهترین گیم‌های روبلاکس که روش خیلی کار شده. همینطور که الان داریم میبینیم گرافیکش اصلا یه چیز فضاییه و خب خیلی گیم خوبیه، استرسی، سخت و خلاصه پارگی زیاد هم داره تو بازی. حتما بچه این ویدیو لایک کنین، کامنت بذارین، دنبال کنین، توی کانال تلگراممون بشید. آره دیگه روبیکو رو باید بذاریم کنار و ببینیم آقا وقت طرف کردیم. آقا بریم سراغ ویدیو. آقا انقدر بازی باید بکنیم تا بالاخره بازی تموم کنیم، تا در 100 برسیم بازی تموم شد. من میگم ترهارد بازی کنم که سریع آقا بازی رو تموم کنیم. خدایی نمیخوام الکی یا درگیر لوتا باشم. ما راستی گرافیکاش بیارم پایین که سیستم الان برد میزنم و دوتا لوت برامون درماد. بچه اکانت قبلی که داشتم تو دورز 100 تا مرگ داشت، ولی خب فروخت بمش واسه بلاکس فروخت. الان این اکانت میکنم فقیره. در 50 فقط یکم برامون مشکله، با در 90 به بعد. در 100 هم که دیگه استرسی و سخت. در 10 عالی. ایوه سنس رو بیارم پایین. شم لایکر میخوایم براش. خوب ببینیم چی میشه. و چرا قوه میداد، ولی در 50 بعد واسه شاپ پول نیاز داریم، حدود 500 تا واسه صلیب باید جمع کنیم. خب راش که الان میاد. بریم تو کمود. چراغا رو زد ترکوند. به به. اوه یک دونه لوت همیشه اینجا هست. آها ویتامین داد. آجی ویتامین ها خیلی خوبن، ساعت زیاد میکنن راحت در میری. توی وقتی که اون یارو سیک میاد خوبه. این یارو که میفته دنبال تاله. به چرا قوه آقا خیلی هم عالی. چرا قوه ما یکم اسکین هم داره. ایگو راش داره میاد. راش داره میاد. ایوه تو جامون امنه. خیلی خطرناک بود. راش میومد کمد نبود. حالا شاید من کور بازر بردم. ویتامین رو مجبور شدیم یوز بدیم دیگه، وگرنه به موقع نمیرسیم. دیدید ویتامین چقدر تاثیر گذاره. کلا من بازی رو نمو اصلا استرس سگی میگیرم. خیلی استرسیه. این یکی واسه اون یارو که تو میز نارخوری سالن نارخوری سبزه خیلی به کار میاد، چون میزن نصف جونت میره. اینو یوز میدی انگار 3 تا ضربه باید بهت بزنه تا بمیری. چون نمیاد کام. او خدا اومد. ویتامین داریم آجا خوبه، ولی ویتامین ها رو سعی کن استفاده نکنی. اینه که نتتون خراب شده چه گیر کردین یوز بدین، الکی یوز ندین. چش نیگو
در پنجم اگه 2 نفری باشیم خیلی خوبه، مثلا سری کتابا رو پیدا میکنیم، کدام که راحت میزنیم. خب رسیدیم بهش دیگه، الان میاد. قرص آماده نگه داریم، اگه جایی رسیدی بهمون سریع بکنیم. وات نیومد. چرا باید دوبار اینجا اسپون شد؟ الان دیگه میاد. نگاه. Ready or not, I'm here. ماشاءالله آمد. واویلا. تازه این دوباره هم باز میاد. چپ راست. دقیق پشت سرمون، نمیخوام میتونم نایف کنم. راست. اوه پشت سرمونو. همون رسیدیم. چی شد نرسیدی؟ خب آقا جی راحت تموش کرد. خب داریم تقریبا میرسیم در 50. ای وای ویتامینو چرا علکی الان خوردیم؟ بسیار دیگه بریم ببینیم چی میشه. وای از راست شروع میکنیم میریم سمت چپ هم میگردیم بعد. اینجا که چیزی نیست. یک دونه بره اینجا نیست. بچه نزدیک که همین کتابخونه وایسین یک صدایی میده وقتی نزدیک یکی که چیز اشکال دار باشه صدا میده. خب بعد بریم سمت راست رو بگردیم. البته یه دونه کتاب همیشه اینجا اسپون میشه. برو دادش برو. مثل اینکه کتاب هم سمت راست نمیشه. یه اون کتاب کنم آره خیلی کتاب سمت راست بود آجی. بعد اون ویتامین رو نگه می‌داشتیم وقتی مثلا نشستیم یهو داشت میاد سمتمون سریع یوز کنیم فرار کنیم. اوه ابوالفضل یا خدا نمیاد. خب چیا نیاز داریم؟ بذار ببینم. ایکس داریم، مثلث مربع دایره میخوایم. من که میدونم این کور نیست ولی میتونسته. دقیقا بیا از همینجا باید شد. یو خدا نرسه. یو ابوالفضل وای الان باز میاد. حاجی الان باز میاد. خیلی بد از اون باشه واقعا بدم میاد. نمیاد دیگه.
خیلی آجی بده، اصلا یک دفعه میاد سکته میکنه. ای خدا تو رسیدم همون کابوس. خب همه چی داریم، باید خیلی حواسمون رو جمع کنیم تا ولفانا نریم. این دفعه از چپ شروع میکنم. یا خدا بابا این داره منو میبینه، مگه میشاخه؟ ستاره فهم لازم اون نبود. پیس بش اینجا خوب. خدا نگه آقا نیا این ور داشت، میشه دقیقه نیا این ور من ردشم بخور. اخ در از سمت راسته. اینجا باز یکم راحت جای امن داره. کتاب دیگه آقا برای بار دهم رسیدیم اینجا. اما خودم میگه نوزم چه مرحله چرتی آجی اینجا کلا میگه با هم مشکل داره. 8 آقا 8 بزنیم. آقا پشمم در باز شد. چرا باز نمیشه؟ من کجام؟ وات؟ بعد سالها مرحله رد کردیم. خب خیلی هم اعصاب خورد کنی داشت چون خیلی چرت و پرت. آخرم رندوم زدیم در اومد دیگه، در نمیومد که. در هیومنز. اخ جون آقا بریم چرت و پرت بخریم دیگه. مرسی ازت. هالو they call me El Goblin. بله چی نشد؟ خب بذار مهمه شروع کنم. 495 تا داریم. یس توقفه که داریم این بخور. بذار اینو پر کنیم اچیومنتشو بگیریم. آره اچیومنتش هم گرفتم پلیزونه. حالا 300 تا رو این بخریم با این. ای وای 5 تا پول کم آوردم آقا قبول نیست. بعدم بزنیم بخریم. آره برو کالج کیف کن دیگه. آقا بریم کاری نداریم اینجا. پول جور کردم برمیگردم. با روش داره میاد. روشون یارو رو میکشه.
ایزو چرا نمیه روش حاجی من هنوز اون چیزا موندم میشینم باید واقعا خیلی چرت بود حاجی خودم تنها میرفتم دو سوتا جمعش میکنم ولی الان اینقدر سخت بود دهنمون سریشه شا سین صحبت یه دونه ببریم بالا چون اون موبایل که هست میاد بعد سریع بچرخی اصلا اون مجبوریم این کار کنم بازی رو فکر کنم خیلی شبیه بکروم ساختن میگم از رو بکروم حتی ساختنش یا خدا ببین بچه اینجا موجود سبزه میاد توی سالن نهار خوریه خیلی موجود چرتیه نمیتونیم برداریم میگه نمیتونم بخورم لازم بشیم خب دوتا لازممون میشه چون که موجوده که بیاد شاید بتونیم مثلا ما رو دمیج بده باز سریع این چیزا رو اوکی کنیم که نمیر کلی کوین به دست آوردم بذار اینجورم مانیو رو اوکی کنیم خب بالاخره به درد خورد اوه کلی پول به دست آوردم کلی پول و اون یارو سبز میاد اش میذاشتی ببینید در فیک نباشه اوه داره چیزا میلرزه این یارو که میاد اون موجود چشمیارم میکشه دقت کنیم دو تا با هم دیگه حاجی وای نزدیک بود خیلی نزدیک بود چیز دستم باش به نظرم نگاه کن چیه میچی خب رسیدیم به راش دوم احتمالا این ویتامین رو اوکی بزنم چون یکی کم خطرناک‌تره وای هر دوم بار داریم میایم دهان سرویس آقا بریم اول فرد یا راست چپ چپ آقا ایزی یکم تمام شد وای
یو خدا یکی رو رد کردیم در 85 نه الان نه در 87 خب بریم بعدی حساس شده بازی در 88 کیف کن یو خدا آقا رسیدیم به سخت‌تر اینجا یعنی در 82 اینجا دیگه یکم اینجا میتونیم وایسیم بچه واسه که کسایی که میخوایم اچیومنت اون در پشت هتل رو بگیرن بعد این کار که من میکنم یعنی قیچی بردارم خب بچه یه نکته خیلی مهم و یادم رفت تو ویدیو بگم اینه که بعد در 90 به بعد شما باید برید جلوی در کمودا وایسی چون احتمال داره راش بیاد بعد چراغی هم نداره پر کنه بعد حواستون باشه دیگه برین جلوی در کمد وایسین صداش که اومد سری برین تو کمد بعد معمولا هم 30 ثانیه جلو هر کمدی وایسین توی هر اتاق که یه وقت راش نزنتتون اینجا اینجوری میکنم باز میشه حالا میتونی اینجا وارد چیم ولی من وارد نمیشم چون میره توی گارده ولی شما اگه میخواین اچیومنت رو بگیرم حتما با وارد چیم یکم اینجاش دیگه حساسه حواسم راش شاید بیاد وای میستیم آها 94 چرا در باز شد؟ نه بچه حواسشم بازی کنم رسید اینجا بکن بچه موضوع تنفل چند خواهمشه نه این نمیشد بیاد روش اینجا دیگه فکر بیاد روش من بخاطر هم باید بریم سایت کنم
Haylo. داره خیلی نمی‌کنم الان تو خورم اینجا که هایلو من دقیقا داره درست میشه هات سرعت خیلی بطیئه 97 كمان باش مظبوط تعالى وين 98 صليبه خیلی بهت حساسه من دارم دقت میکنم نمیتونم زود حرف بزنم یعنیش بزنم نیاد تنها کاری که میشه الان کرد اینه که آروم باشی و وای خیلی حساسه رسیدیم در 100 بچه ما این دستگیره رو که بکشیم یک دونه از اون چیزا میاد باید بودو کنیم بیایم اینجا توی این قایم میشیم حالا بعد دیگه راههای دیگه باز میشه میتونیم بریم بگردیم آره شما دیگه نیازی نداریم آره کلیدش هم میخواییم بعد دیگه بسم الله انشالله که میتونم یا ابوالفضل هاجی داره میاد بریم وای باجی خیلی خطرناکه این لول
نگرد بار دومی که دارم برو نگو اینجا میاد که دیگه نیادش چی اینجا نیاد واقعا اوه اینجا یک چیزم بگیر دستت میاد به تن آدم سیخ میکنه اینقدر این ترسناک دو تا دیگه کلن تیکه میخوایم بعدش هم دیگه بازی کجاست؟ وای برو داداش نه این ور نگو کلانم یه تیکه اینجا بود وای آخرین تیکه رو هم پیدا کردیم بعد آدمو فقط میخواد سکته بده بکنم واسه کلید بگم طبقه بالا مطمئن نیستم یکی رو چون تا الان انقدر پیش نرفته بودم بله کلید چی یکم دیگه آخیش
وای افتاد پایین. اوکی. خب 10 روشن، 3 روشن، 7 روشن، 3 و 7 روشن، 3 7 2 روشن با 5 7 2 با 5 چی شد؟ 6 هم روشن، 5 هم روشن، 9 هم خاموش، 2 هم روشن، 3 هم روشن، 2 روشن، 6 خاموش. 6 خاموش، 7 روشن، 8 5 روشن، 1 10 هم روشن. اوکی 4 خاموش، 8 خاموش، 3 خاموش، 9 روشن، 9 روشن، 10 روشن، 2 روشن، 5 روشن دیگه، 10 روشن، 5 روشن، 6 روشن، 9 روشن، 6 روشن، 9 روشن. آره دیگه. هفت روشن، 7 1 2 6 4 7 1 2 4 6 هم بود. 6 یا ابوالفضل دامون دور سرم شد بالاخره. وای حاجی از استرس مردم. اوف چجوری رفتیم؟ وای سامو بنازم حاجی بنازم. وای سیف فور لیتر رو میزنیم حاجی. وای رتون تو لابی. خب بچه ها ممنونم که این ویدیو تا آخر تماشا کردیم. بچه آخری خیلی حساس بود و خب بالاخره آقا ما دور تو تمام کردیم. بذار اچیومنتش هم بذاریم عشق کنیم دیگه. نمیدونم این ارزشمندتره، این ارزشمندتره دیگه. اوکی. خب بالاخره دور تموم شد بعد این همه مدت پلی دادن. برای اولین بار بود که دور زدم کرده بودم و تا در 91 بار اومدم مردم و الان تموم شد بازی. خب بچه ها امیدوارم دیگه از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما ویدیو لایک کنید، کامنت بذارین، نظراتتون به من بگین، خوشحال میشم. و تا یک ویدیو دیگه خدا نگهدار همگی.